فرزند پوری، شما فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی اقدام به اعدام‌های گسترده کرده و به این صورت با خشونت هرچی بیشتر توی ایران اعدام میکنه؟ آره، ببینید من اینجا یه مقاله از روزنامه فولکسکراند خوندم برای اینکه بدونیم تو ایران این امواج جدید اعدام ها شروع شده و به یک اوج ناشناخته رسیده. اون اینه که امسال در ایران از اول این سال جدید مسیحی تا حالا، یعنی در عرض 21 روز، اینها در حدود 47 نفر رو حلق‌آویز کردن، یعنی در هر 8 ساعت بودن یک نفر رو حلق‌آویز کردن. این یک اوج ناشناخته ایه در ایران. همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی واقعیت خودش به این حقیقت پی برده که دیگه در بین مردم کوچکترین پایه و ریشه ای نداره. نهایت دیکتاتورها همینه. بعضی از اینها مثل رهبر تونس حداقل اینقدر شعور دارن که وقتی میبینن مردم اینا رو نمیخواد در میرن، ولی بعضی از اینا میمونن تا با قتل عام مردم خودشون رو در خون غرق کنن. در نتیجه رژیم جمهوری اسلامی راه دوم رو انتخاب کرده. اینها خودشون نوشتن که دلیل تمامی انقلاب‌های به اصطلاح نارنجی رو که در دنیا پیروز شده مطالعه کردن، دیدن تو اون کشورهایی که انقلاب نارنجی پیروز شده دلیلش این بوده که ارتش به دولت وفادار نمونده. در اون کشورهایی که ارتش سرکوب کامل کرده میگن که این انقلاب‌های نارنجی پیروز نشده. بنابراین اینا فکر میکنن در ایران میتونن با سرکوب جلوی انقلاب رو بگیرن. بزرگترین اشتباه اینه که در ایران انقلاب واقعی داره صورت میگیره، نه انقلاب نارنجی. مردم هیچ کدوم از خواسته‌هاشون به توسط این دولت رفع نشده. به همین دلیل اینها فقط الان با سرنیزه حکومت میکنن. ناپلئون به درستی میگه که با سرنیزه میشه خیلی کارها کرد، ولی نمیشه روی سرنیزه نشست تا حکومت کنه. دولتی که فقط روی سرنیزه بشینه اون عاقبتش از همون روز روشنه. به نظر من جمهوری اسلامی هم الان به تنها چیزی که در جیب راهش هست سرنیزه ها و تفنگ ها هست و این نشون میده که این دولت به پایان تاریخیش میرسه. مرسی. در شرایط کنونی، یعنی تو به خصوص این یکی هفته کنونی، کشورهای جمهوری اسلامی خیلی به چشم میخوره، یعنی شدت پیدا کرده و معمولا بر اساس تجربه هایی که ما در گذشته داریم می‌بینیم که در روند انحطاط و سرنگونی دیکتاتورها و حکومت‌هایی که به مرور توانایی‌های اداره مملکت رو از دست میدن و از طرفی ریزش‌های نیروهایی که در اطرافشون بودن به حمایتشون می‌کردن، ریشه اینا به مرور به خصوص در داخل خودشون رو بهتر متوجه میشن. این ریزش‌ها رو و این تناقض‌ها و تضادهایی که در درونشون وجود اومده، از این نظر هرچه بیشتر جمهوری اسلامی وحشی‌تر خواهد شد و تبعیتش شدت خواهد یافت. به نظر من میرسه تا جایی که مثل قولی که در حال جون کندن هست، آخرین حرکت ها و آخرین ضرباتش رو اون قول خواهد زد، منتها این قول در حال جون کندنه به نظر من و به هر حال این ضربات حکایت از جان کندنش و توهی شدن کالبدش از جان و از نیروی زندگی منگینبارشه که در مدت بیش از 30 سال چه گفت که فاجعه بارترین شرایط رو بر سرزمین ما حاکم کرد. زحمت کشیدید، امیدوارم که همیشه پیروز باشید. البته آقای نجفی از شاعر نویسنده محترمی هستن که امروز افتخار دادن با ما مصاحبه کردن. پیروز باشید. سپاسگزارم. همونطور که دوستان قبلی گفتن، جمهوری اسلامی در خطر جدی سرنگونی قرار گرفته. با خیال خودش فکر میکنه که میتونه با اعدام‌ها، شکنجه، ترس و وحشت در جامعه به وجود بیاره و از این طریق اعتراضات مردم رو سرکوب کنه. خب ما میدونیم که تضادهایی که بحران‌هایی که جامعه ما رو امروز فرا گرفته به شدت عمیق هست که کل جامعه رو در بر گرفته و جمهوری اسلامی هیچ راه فرار و گریزی از این بحران‌ها نداره و از طریق به وجود آوردن جوخه‌های اعدام و سرکوبی جامعه و نظام‌گیری جامعه و سیستم مافیایی خودش میخواد که این
اعتراضات مردم رو که به زودی به وجود می‌آیند با سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی میشه متوقف ما همه گروه‌های سیاسی و نهادهای اجتماعی و فرهنگی دست هم میدیم هر چیز زودتر جمهوری اسلامی رو سرنگون تا مردم به دموکراسی و آزادی و برابری برسن. پیروز باشید. جعفر امیری، شما فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دست به اعدام گسترده زده و به این شکل با این شدت داره اعدام میکنه و یا دستگیری یا زندانی شکنجه میکنه؟ تحلیل شما در این مورد چیه؟ من به نظرم نباید فقط شرایط فعلی و کنونی رو ببینیم و اعدام‌های اخیر رو. اگر ما به کل تاریخچه رژیم جمهوری اسلامی نگاه کنیم، از همون روز اول به قدرت رسیدن، ابتدا با احیای ارتش سرکوبگر و بعد تشکیل ارگان‌های سرکوب دیگر، کمر به قصد ادامه مبارزات مردم برای رفع ظلم و ستم و نابرابری بوده. پس کشتار جزئی از تاریخچه و ذات جمهوری اسلامی در طی 30 سال حکومت ننگینش. اما اینکه امروز می‌بینیم تعداد این کشته‌ها به حدی رسیده که حتی روزنامه‌هایی در اروپا و بخصوص در هلند اعلام کردند که در هر 8 ساعت یک نفر در ایران کشته میشه، قطعاً باید توجه بیشتری داشت. و این عموماً از وحشتیه که بعد از خیزش بزرگ مردم ایران در خرداد 88 رژیم دچار شده. وحشت بزرگی که نشون میده تمام سران جمهوری اسلامی بخصوص شخص خود خامنه‌ای، سازمان امنیت و سپاه پاسداران تا دندان خودشون رو مسلح کردن و آماده‌اند برای کشتار و سرکوب و اعتراضات مردم رو در نطفه خفه کنند و یک سکوت قبرستانی رو بر جامعه ایران حاکم کنند. اما مبارزات مردم، اقشار مختلف و همچنین مردم دلیر و دلاور کرد نشون دادن که با این سرکوب‌ها از پای نمیشینن، مبارزاتشون ادامه داره و باید ما هم همراه با سایر تمام ایرانیانی که در خارج کشورن و همچنین در اتحاد و همبستگی با آزادیخواهان کشورهایی که در آنجا ساکن هستیم با تمام توان برای متوقف کردن اعدام‌ها، برای پیشگیری از زندان و شکنجه و به طور کلی استاپ و توقف اعدام در ایران و در جهان با تمام توان تلاش کنیم. سقوط بن علی در تونس نشون داد که خیزش‌های مردم میتونه دیکتاتورها، سرکوب‌ترین دیکتاتورها را مجبور به فرار کنه و به نظر من بعد از بن علی نوبت سید علی خواهد بود و مردم ایران آزادی رو در آینده نه چندان رو تجربه خواهند کرد. درود بر شما. ایشون دوستمون اصغر هستند که از فعالین سیاسی و مبارز در اروپا که امروز در این تظاهرات شرکت کردن علیه شکنجه و اعدام در ایران که جلوی لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در دنهاگ. و سوال ما از ایشون اینه که چرا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به این شکل، به این شدت دست به اعدام‌های گسترده زده؟ بفرمایید. خواستم بگم که همون این دو مسئله کاملا به هم ربط داره. یکی مبارزات مردمه، یکی هم جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه. هرچه این دوتا در مقابل هم قدرت نمایی کنن، اون طرف عملکردشو میبره بالاتر. از اون طرف، از اونجایی که در خارج کشور، در داخل ایران، در تمام دنیا علیه جمهوری اسلامی دستا رفته بالا، مشتا گره شده، با هم همبسته شدن، گروه‌های سیاسی بیشتر با هم متحد شدن و اقدامات مشترک بیشتر شده. به همین علت در داخل مردم به پا خواستن، مشتاشون رو نشون دادن و دیکتاتوری مجبوره که در مقابل این اتحاد مردم ضرب شست نشون بده و مردم رو اصلا منفصل بکنه، از اتحاد اونها رو مثلا بپاشونه. به این علت شروع کرده به ترس و وحشت ایجاد کردن و این اعدام‌ها رو انجام میده. ولی این اعدام‌ها در واقع نمیتونه جلوی این کارو بگیره. به نظر من داره شدت میده، این اتحاد همبستگی رو داره شدت میده و به خصوص که شرایط جهانی الان دیگه جمهوری اسلامی رو کاملا دارن ایزوله میکنن. اتفاقاتی که افتاده در تونس، در کشورهای دیگه، اینها نشون میده که نیروهای بین المللی، نیروهای مترقی جهانی مثلا در این رابطه تصمیم گرفتن که متحدن علیه این دیکتاتوری جمهوری اسلامی خودشون رو نشون بدن و پشتیبانی کنن از
مردم ایران. مرسی، سپاس، پیروز باشید. شکافت بهارون گل سرخ خورشید باد اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باد اومد و شب شد گریزون کوها داله دارن داله هاوی دارن تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن